بسم الله الرحمن الرحیم. ارسال پیامبر علیه السلام از جانب رب العزت و الجلال برای جمیع مردم دلیل بر خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. رسول الله برای همه بشریت آمدن الی یوم القیامه. وقتی که پیامبر برای افراد باشد تا یوم القیامه، خب دیگه نیازی نی که پیامبر دیگری هم بیاید. این پیامبر تا قیامت هست، دستور پیامبر، فرمان پیامبر، پس نیازی نیست که پیامبر دیگر سر بالا بکند. الله رب العزت در آیات قرآنی موضوع را واضح بیان می کند. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. بگو ای پیامبر برای انسانها بگو که ای انسانها الی یوم القیامه، من پیامبرم برای همه شما جمیعا، برای اونهایی که تا روز قیامت میآیند من پیامبرم برای همه شما. وقت محمد رسول الله پیامبر بود تا روز قیامت، امکان نداره محال پیامبر دیگری بیاید. اگر پیامبر دیگری بیاید پس رسول الله پیامبر تا یوم القیامه نیستند. خب پیامبر دیگری آمده سلسله رسول الله را پیش میبره. الله میگه این توهم اشتباه است. رسول الله پیامبر آخر الزمان الی یوم القیامه. پس صراحتا آیه قرآن میگه رسول الله محمد رسول است آخر الزمان الی یوم القیامه. آیه دیگر الله رب العزت میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. با برکت است ذاتی که قرآن را به بندهش محمد رسول الله نازل کرده. اون محمدی که نذیر بیم دهنده میترساند کیها را؟ عالمین را، همه بشریت را الی یوم القیامه. وقتی که رسول الله افراد را الی یوم القیامه بترسانند، اگر پیامبر دیگری ظهور بکنه بگه من انسانها را میترسانم، پس رسول الله بیم دهنده برای عالمین نشد، برای افراد زمان خودش شد. اینجا قرآن میگه نه، رسول الله بیم دهنده برای تمام عالمیان. خب ما هم که عالمینیم، پس رسول الله برای ما بیم میده. آینده ها هم که میآیند اونا هم عالمینن، پس رسول الله برای اونها هم بیم دهنده. وقت پیامبر بیم دهنده بود، دیگر بیم دهنده وجود ندارد به عنوان پیامبر. دو شریعت که جمع نمیشه، محال اجتماع شریعت این دو شریعت در یک زمان. اینجا آیات مبارکه قرآن واضح بیان کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میترسانه انسانها را تا روز قیامت. حالا یک شیاد بلند بشه بگه من پیامبر آخر الزمانم، خب رسول الله که نذیر برای عالمین، تو پس چه کاری؟ سبحان الله. آیات قرآنه، کلمات آیات قرآن دریایی از حرفه، هر کلمش اسراری است در درون این قرآن، رازها نهفته در این کتاب خدا. للعالمین نذیرا. شیادانی که از قرآن هم با استدلال میکنن که من پیامبرم به خاطر این آیه، این آیات رو چی کار میکنی؟ للعالمین نذیرا. اگر تو دیگه باز بیم دهنده باشی، رسول الله رو ختم میکنی، بگه پیامبر تا اینجا شریعتش بود بعد ختم. پس این آیه میگه للعالمین نذیرا. آیه دیگر الله رب العزت میفرماید و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا. ای پیامبر تو را نفرستادیم مگر به تمام انسانها مژده بدی و بیم بدی و بترسانی. کلمه ناس ذکر شده. کلمه ناس به معنی انسانها، مگر ما و شما انسانها نیستیم؟ پس پیامبر فرستاده شده به سوی ما، چون ما هم انسانیم. الی یوم القیامه آیندگان هم انسانن. پیامبر به سوی همه انسان ها فرستاده شده، پس باید امتداد داشته باشه رسالت و نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم. آیه دیگر میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
تو رحمت برای کل عالمیانی، کل عالمیان، ما هم عالمینیم، پیامبر برای ما هم رحمته، برای آیندگانم رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمته. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت بود برای عالمیان، باید پیامبر باشه، از داشته های پیامبر، از اقوال پیامبر استفاده بکنیم که رحمت باشه. اگر قرار باشه یک پیامبر سر بالا بکند، دیگه این پیامبر دیگر رحمت برای ما شده نمیتواند. برای گذشتگان بوده، کنار اونهایی که در کنار پیامبر بودن و تا زمانی که این پیامبر سرخو بالا کرده. اینجا قرآن میگه نه، تو رحمت برای عالمیانی، افرادی که تا روز قیامت میان به همه رحمتی، همه از اقوال تو، از کتابی که به تو داده شده استفاده میکنن. پس دیگه نیاز نداریم یک پیامبر دیگر سر بالا بکند. آیه دیگر هم همین موضوع را میرساند. آیات قرآن مملو از این موضوعات. الله میفرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. سبحان الله. بگوی پیامبر قرآن به ما وحی شده تا این که به وسیله قرآن انسانها را بترسانم، و من بلغ، و کسانی که این آیات قرآن به اونها میرسد اونها را هم میترسانم، چون من پیامبرم برایشان. خب کتاب خدا برای ما رسید، قرآن در کنار ماست، ما و من بلغ هستیم. و من بلغی که قرآن گفته اون کسانی که قرآن به اونها میرسد. قرآن به ما رسیده، پس باید محمد هم پیامبر ما هم باشه. این قرآن تا یوم القیامه ادامه داره، باید محمد علیه السلام پیامبر آیندگانم باشه. این آیه صراحتا ذکر میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم خاتم پیامبرانند. اجماعا صلوات بلند. چهارم، فرستادن نبی اکرم علیه السلام برای ابلاغ دین حق تا آن را بر هر چی دین است پیروز گرداند. آیه قرآن همین موضوع بیان میکند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. الله رب العزت و الجلال محمد علیه السلام فرستاده به هدایت و دین الحق، به دین حق که این اسلامه. ان الدین عند الله الاسلام. این اسلام را آورده لیظهره علی الدین کله. سبحان الله. تا این که بر همه ادیان اسلام را پیروز و غالب بگرداند. یعنی هرچی دین منسوخ میشه به وسیله اسلام، و اسلام ناسخ همه ادیان و پیروز میدان به اصطلاح. اگر بعد از اسلام، بعد از پیامبر، یک پیامبر بالا بشه بگه منم پیامبرم، پس اینجا آیه قرآن نعوذ بالله تبدیل به کذب میشه. قرآن میگه اسلام دینی است که بر همه ادیان غالبه. حالا اگر یک پیامبر بیاید، پس اسلام بر او دین غالب نیست، چون پیامبر بعدی دین ما قبل خود را منسوخ میکند. باید اسلام را منسوخ بکند پیامبر بعدی بعد از رسول الله. اگر اسلام را منسوخ بکند، پس اسلام بر همه ادیان پیروز نشد، باید پیروز بشه، چون وعده الله رب العزت و الجلاله. پس تو از کجا پیامبر شدی؟ اگر تو پیامبر شدی باید یک دینی داشته باشی، شریعتی داشته باشی. اگر برنامه تو باشد، پس برنامه رسول الله نیست. اگر برنامه رسول الله نباشد، پس برنامه رسول الله بر همه ادیان پیروز نشد. پس قرآن میگه باید پیروز بشه. یعنی لازمه این آیه قرآن اینه که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبری نمی آید و بعد از اسلام هم دین دیگری نمی آید. اجماعا صلوات بلند. پنجم، راه نیافتن باطل در کتاب خدا دال بر خاتمیت نبی علیه السلام. خاتمیت نبوت. الله رب العزت میگه و انه لکتاب عزیز. سبحان الله. آیات قرآن را دقت بکنیم عزیزان. قرآن را فهم داشته باشیم، فهم صحیح و درست، که کتاب خدا پیش ماست. هیچ کس نمیتواند ما را منحرف و اغوا بکند.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. چه اسرار در این آیات قرآنی وجود دارد. دقت بکنید، به درون و در عمق قرآن بروید. قرآن ظاهری و زبانی و لفظی نمیتواند ما را نجات بدهد. عمق قرآن، درون قرآن، این قرآن یک دریای بیکران باید شنا کنی در درونش، مرواریده ها را از درون این دریای قرآن بکشی بالا. باطل راه نداره در این کتاب خدا، نه در زمان پیامبر نه در آینده باطل راه نداره. علما میگویند دو نوع باطل میتونه در قرآن تصور بشه که قرآن اون دو راه را منفی کرده که لا یأتیه الباطل، باطل نمیآید در قرآن. باطلی که اگر تصور حتی بکنیم به دو راه امکان داشت که در قرآن وارد بشه. اول امکان داشت قرآن به وسیله تحریف باطل بشه، قرآن را تغییر بدن، مثل که تورات و انجیل را تغییر دادن، قرآن را هم تغییر بدن، میشه بطلان قرآن. اما انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این محافظ این کتاب ما هستیم، الله میگه. پس نمیتوانه کسی که پیداش قرآن را تغییر بده و تحریف بکند. قرآن از تحریف مسئوله، پس باطل به قرآن راه ندارد. چرا یکی از راههای بطلان و نفوذ بطلان در قرآن تحریف کو محاله. یک راه دیگری هم وجود داره که قرآن باطل بشه، العیاذ بالله. راهی است که یک پیامبر دیگری بعد از رسول الله سر بالا بکنه بگه من پیامبر آخر الزمانم، قرآن را منسوخ کردم، اسلام را منسوخ کردم. آنجا قرآن باطل میشه، منسوخ میشه به وسیله یک پیامبر جدید. قرآن میگه که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل راه نداره در قرآن. یعنی دیگه شریعت نمیاد که قرآن را منسوخ بکنه که قرآن باطل بشه. سبحان الله. اینا همه دلایلی است بر این که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر آخر الزمان. دلایل زیادی وجود دارد، وقت ما و شما تقاضا نمی کند. روی این ملحوظ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در احادیث هم اشارات کردند که من خاتم پیامبرانم و هشدار دادند در آینده انسانهای کذاب می آیند، شیاد و شیاطینی می آیند، ادعاهای بزرگ می کنند. یکی میگه من پیامبر آخر الزمانم، محمد رسول الله میگه از اونها دور شوید، اونها شیاطینن، شیادن، اونها کسانی هستند که باطلن، با شیطان ارتباط دارن. احادیث فراوانی است متفق علیه در صحیح البخاری و صحیح مسلم. یک حدیثی که متفق علیه پیامبر علیه السلام میفرمایند مثال من و مثال انبیا بمانند یک ساختمانی است، ساختمان نبوت. تجسم بکنید، افراد در گرداگرد این ساختمان میگردند، خوششان میآید از این ساختمان، میگن چی ساختمان زیبایی است، ای کاش یک خشتی که خالی است این خشتم پر باشد. رسول الله میفرماید در ساختمان یک خشت خالی است، افراد میگن کاش که این خشتم پر باشه، ساختمان نبوت. پیامبر میگه اون مثال نبوت، ساختمانم ساختمان نبوته. بعد میفرمایند که فانا اللبنه، من همون خشتم، آخرین خشت که من ساختمان را تکمیل میکنم، من همون خشتم که آمدم ساختمان نبوت را کامل بکنم، من خاتم نبیینم. رسول الله میفرمایند متفق علیه، صحیح البخاری و مسلم این حدیث را روایت میکنند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری که امام مسلم در صحیح مسلم حدیث 1822 روایت میکنند، پیامبر میفرمایند این بین یدی الساعت کذابین فاحذروهم، قبل از وقوع قیامت، از نشانه های قیامت کذابینی ظهور میکنند.
ادعای بزرگ میکند، ادعای پیامبری میکند. فاحذروهم، از اونها دور شوید که اونها شیطانن. ادعا میکنن که من مهدی آخر الزمانم، ادعا میکنن که من با غیب ارتباط دارم، همه چیز را میدانم. اینا شیاطینن. متوجه باشید که شما را شیاطین فریب ندن. حالا به هر لباس و به هر زیوری که وارد جامعه بشن بگن من غیب را میدانم، آینده تو را میدانم، درون و بیرون تو را میدانم، اینها بزرگترین شیاطین روی زمین خدا هستند. پیامبر میگه فاحذروهم، از اینها حذر بکنید. خب پیامبر به عالم غیب ارتباط داشت، وحی قطع شد. تو چه کاری که به عالم غیب ارتباط داری؟ تو چه کاری که جبرئیل به تو غیب می آورد؟ تو عبد بیش نیستی. پیامبر علیه السلام میگه از اونها دور شوید. حالا با این لباس فرق نمی کند با هر لباسی بشه. اگر ادعایی میکنه که من پیامبرم، غیب میدانم، از دیدگاه محمد رسول الله علیه السلام مردوده، باطله، قابل قبول نیست.